سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ حالا که بچه خوبی هستید براتون یه قصه خیلی خیلی خوشگل تعریف میکنم. به نام خدا. داستان کوتاه موش کوچولو. روزی روزگاری یه موش کوچولو و بی تجربه راه افتاد تا کمی توی مزرعه بگرده و سر و گوشی آب بده. همینطوری که داشت راه میرفت و اطرافش رو نگاه میکرد یه خروس دید. اون که تا حالا خروس ندیده بود با خودش گفت: وای چه موجود ترسناکی، عجب نوک و تاج بزرگی، حتما حیوان خطرناکیه، باید سریع فناد کنم. بعد هم موش کوچولو دوید و رفت. کمی جلوتر موش کوچولو به یک گربه رسید. اون تا حالا گربه هم ندیده بود. پیش خودش گفت: این چقدر حیوان خوشگلیه، عجب چشمایی داره، چقدر دومش خوش رنگه. همینطوری داشت به گربه نزدیک و نزدیکتر میشد که مامان موش کوچولو از راه رسید و سریع اونو با خودش به خونه برد. موش کوچولو برای مادرش تعریف کرد که چه حیوانایی رو دیده. مادرش بهش گفت: ولی موش کوچولو، تو باید خیلی مراقب باشی. اصلا از روی ظاهر حیوونا قضاوت نکن. اولین حیوانی که دیدی و به نظرت ترسناک اومد یه خروس بود. خروس اصلا حیوان خطرناکی نیست. اما حیوان دومی که دیدی و به نظرت قشنگ اومد یه گربه بود. گربه ها خیلی برای موشا خطرناکن و اصلا نباید نزدیکشون بشیم. موش کوچولو خیلی خوشحال شد که مامانش رسیده و اونو نجات داده. تصمیم گرفت از اون به بعد از روی ظاهر کسی در موردش قضاوت نکنه. شربت بذاری، چای بذار. کافه گلاسه بذاری، خارجیه. 2 تا بذار.